کسی سکون قلب را در تجارت و زراعت می بیند، کسی سکون قلب را در لباسهای نو می بیند، کسی سکون قلب را در موتر می بیند، کسی سکون قلب را در بازار می بیند، کسی سکون قلب را در مواد فیشن های جدید می بیند. و اما الله جل جلاله اعلان می کند الا بذکر الله تطمئن القلوب، ای کسانی که می خواهید قلبتان آرامش پیدا بکند، شما به کجا روان هستید؟ آرامش را من در یاد و ذکر خود گذاشتم، در یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم آرامش را گذاشتم من، و به اطاعت استاد گرامی و به اطاعت پدر و مادر من گذاشتم آرامش قلب را. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. صدق الله العظیم و صدق رسوله النبی الکریم. دوستان نهایت گرامی، شاگردان عزیز، اولتر از همه تحفه سرور کائنات، فخر موجودات، جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم که به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استقیم شما عزیزان می نمایم. و ثانیا ما امروز می خواهم در مورد آن اعضای بدن من و شما صحبت نماییم که پیغمبر علیه السلام درباره آن فرموده است که در بدن شما یک توته گوشتی است، اگر آن اصلاح شود تمام بدن شما اصلاح می گردد، و اگر آن توته گوشتی که در بدن من و شماست اگر فاسد شود تمام بدن من و شما فاسد می گردد، که همان در رابطه به قلب است. و حالا می آییم یک تعریف کوتاه از قلب می داشته باشیم. قلب فرمان روایی است که به تمام اعضای بدن من و شما حکومت می کند، به تمام اعضای بدن من و شما حکومت می کند. همه انسان ها در جستجوی ازی هستند که قلبشان آرامش پیدا بکند، قلبشان سکون حاصل بکند. کسی سکون قلب را در تجارت و زراعت می بیند، کسی سکون قلب را در لباسهای نو می بیند، کسی سکون قلب را در موتر می بیند، کسی سکون قلب را در بازار می بیند، کسی سکون قلب را در مواد فیشن های جدید می بیند. و اما الله جل جلاله اعلان می کند الا بذکر الله تطمئن القلوب، ای کسانی که می خواهید قلبتان آرامش پیدا بکند، شما به کجا روان هستید؟ آرامش را من در یاد و ذکر خود گذاشتم، در یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم آرامش را گذاشتم من، و به اطاعت استاد گرامی و به اطاعت پدر و مادر من گذاشتم آرامش قلب را. حضرت ابو رواق رحمه الله ولی بزرگ است، او می فرماید که در قلب 6 حالت میاد. چند حالت؟ 6 حالت میآید. اولش زندگی و مرگ، صحت و بیماری، خواب و بیداری. زندگی قلب صحت هست، هدایت هست، یعنی وقتی که در قلب تو هدایت بیاید بدان که قلب تو زنده هست. و مرگ قلب گمراهی هست، در قلب هر کسی که ذلت بیاید، گمراهی بیاید، بفهمد که قلب از او مرده هست. و صحت قلب صفایی و پاکی هست که آن به توحید به دست می آید. و در ضد آن، در مقابل آن بیماری هست که آن به تعلقات خراب به وجود می آید. یعنی یک انسانی که به چیزهایی که الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را منع کرده باشد به آن دست بیابد و آن را غرض بگیرد، آن انسان قلبش بیمار می شود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که قلب میگه با خبر باشد که قلبها را زنگ می زند، قسمی که در خانه لوازم شیشه‌ای و آینی را زنگ می زند.
صحابه کرام پرسان کردن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که در خانه ما دیگ را و یا کاسه را زنگ بزند آن یک سیقلی دارد و اما سیقل قلب چه رقم است؟ ما چه رقم بتوانیم که قلب خود را سیقل بکنیم و پاک بکنیم از زنگ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم برش فرمود که شما می توانید به یاد و ذکر الله جل جلاله قلبتان را پاک بکنید از زنگ. و اما ما شما گفتیم که بیماری قلب به سبب تعلقات خراب با وجود می آید. یعنی مثال وقتی که از یک انسان گناه سر می زند در قلبش یک لکه سیاه پیدا می شود و تا که به یاد الله جل جلاله و یاد ذکر الله جل جلاله آن را پاک نکند و زود سیقلش نزند و دیگه هم خراب می شود و بالاخره به جای می رسد که قلبی از او می مرد. و پس من و شما باید کوشش بکنیم که قلب به یاد ذکر الله جل جلاله قلب خود را سیقل بزنیم تا باشد که قلب ما نمرد و مرده نشود. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.